یک نکته رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ببینید درد ما نه طالبا هستند و نه غیر طالبا. ما هدف ما، پیام ما، بارها هم تکرار کردیم در این برنامه این است که ما در افغانستان دیگر جنگ نمیخوایم. بس است برادرکشی، بس است افغان کشی. بیایید به جای دعوت به سوی جنگ، دعوت به سوی خونریزی، دعوت به سوی نمیدانم مقاومت و بغاوت و جبهه فلان و جبهه علان، بیایید گفتگو بکنیم، بیایید با هم بنشینیم، بیایید مشکلات خودمون رو حل بکنیم. حتما نیاز نیست که همه ما رئیس جمهور باشیم، همه ما حاکم باشیم، همه ما وزیر باشیم، همه ما صاحب سلطه باشیم. اگر که هموطنان ما 30 سال قبل با هم می نشستن و مشکلات خودشون رو حل می کردن، اگر حکمتیار قبول می کرد که مثلا مسعود مسئول باشه در افغانستان، یا اگر مسعود قبول می کرد که حکمتیار هم در کنارش باشه، اگر سیاف این رو قبول می کرد، اگر هزاره مثلا تاجیک رو قبول می کرد، اگر پشتون ازبک رو قبول می کرد، اگر هم دیگر پذیری می بود، اگر گذشت می بود، اگر به خاطر قدرت و به خاطر سلطه و به خاطر چوکی به جان هم دیگر نمی افتادن، نه این همه افغان در به در می شد، نه این همه افغان کشته و زخمی می شد، نه این همه مهاجر رو در به در داشتیم. دوستان عزیز، باور بکنید، یعنی من یک روز در سفارت افغانستان در آنکارا یک روز برای ملاقات یک از دوستان رفته بودم. در یک روز بیش از 281 راپور طبی از وزارت بهداشت یا وزارت صحت عامه ترکیه آمده بود که بیش از 281 جسد جوان افغانی را که در دریاها غرق شده بودند گارد ساحلی ترکیه آورده بودند، در یخچال‌های بیمارستان‌های ترکیه هست و اوراق اینا رو فرستاده بودن به سفارت افغانستان برای تثبیت هویت و برای غیر مسائل. خب این جوانهای ما چرا باید مملکت رو ترک بکنن؟ باور به خدا بکنید که یک جوانی که در آبهای یونان غرق میشه، یک جوانی که در جنگل‌های فرانسه و آلمان و ایتالیا و اینجا خوراک حیوانات وحشی میشه، یک جوان افغانی که در مرز بین ایران و ترکیه در بین برفها یخ میزنه، جان میده، باور کنید ارزش این جوان بر 1000 تا مولوی اسام الدین و 1000 تا سیاف و 1000 تا حکمتیار و 1000 تا این خائنین و جنایتکاران و وطن فروشان بیشتر است. مادری است که امروز در افغانستان نشسته که فرزندم میخواد بره اروپا که برای او خرج بفرسته. پدر پیری در افغانستان در کلبه خاکی و کگیلی خودش نشسته که فرزندش میخواد بره، مهاجر شده در ایران یا در ترکیه یا در اروپا، برای اونها کرای خانه و خرج بخور نمیرشان رو بفرسته. اما آنها تا هنوز بعضیشون خبر ندارن که فرزندانشان در آب غرق شدن. چه تعدادی از اینها خوراک نهنگ ها و ماهی ها شدن که اصلا جسدشان هم به دست نیامده. چه تعدادی در برف های کوههای پر از برف بین ایران و بین ترکیه دفن شدن که کسی اصلا آثار اونها رو به دست نیاورد. چه تعدادی از اینها به دست قاچاقبران و تاجران انسان فروش افتادن که تیکه تیکه شدن، فیلماشون رو دیدید، گوش و بینیاشون رو بریدن به خاطر پول. از برای خدا چرا این جوانان ما باید بدبخت باشن؟ چرا؟ به خاطر اینکه 4 تا جنایتکار قلدر غاصب بی دین، بی شرف، بی وجدان سر قدرت بیایند. 1000 لعنت باد به این قدرتی که اینها با خون جوانان ما به دست آوردن و میخواهند دوباره به دست آورند. دوباره باید مردم پنجشیر و مردم پروان و مردم شمالی و مردم هزاره و ازبک و تاجیک و ترکمن و پشتون و غیره باید خون بدن تا که دوباره همین استادت‌های وطن فروش خائن دزد سیاف جنایتکار
اینها دوباره بیان در افغانستان، دوباره برادرزاده سیاف باز دوباره همون زمین فروشی و باز دوباره همون فریبکاری و باز همون رهگیری و باز همون پاتک و باز دوباره همون جنایتکارا. بس است دوستان عزیز، یک بار اینا رو تجربه کردیم، یک بار 20 سال به اینها وقت دادیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که مؤمن از یک سوراخ 2 بار گزیده نمی شود. وقتی که مثلا یک جا یک سوراخی رو دید که یک بار از اینجا یک ماری، گژدمی، چیزی از اینجا خارج شد و او رو نیش زد، میاد این سوراخ رو میبنده. این صفت مؤمن است. ما که از اینها 10 مرتبه گزیده شد ملت ما. از برای خدا ربانی میشد رئیس جمهور، حکمتیار میشد صدر اعظم، این میشد وزیر دفاع، اون میشد وزیر خارجه، این میشد. بابا میبردید، میخوردید، چور میکردید این وطن رو، اما نمیکشتید. چقدر وطنان عزیز ما در کابل به خاطر راکت پرانی و جنگ های داخلی اینها کشته و زخمی شدن و همچنین در بقیه ولایت ها. به خاطر چی؟ به خاطر که خان صاحب باید به قدرت برسه، این آقا باید رئیس جمهور باشه، این باید صدر اعظم باشه، این باید صاحب قدرت باشه. یکی به دیگری تن ندادن. اگر رفتن با بدترین کفار و جنایتکارها و دشمنان افغانستان دستشان را در دست آنها گذاشتن، فقط به خاطر چی؟ فقط به خاطر اینکه به قدرت برسن. در 20 سال که اینا در قدرت بودن، در کنفرانس بن رفتن افغانستان رو فروختن، ناتو آمد، 40 کشور کفری آمد، آمریکا آمد، میلیاردها دلار پول در افغانستان، بیش از 800 میلیارد دلار پول در افغانستان سرازیر شد. اما اینها با این پولا چیکار کردن؟ گزارشی که اخیراً شنیدید در چند روز گذشته، پسر عطا محمد رور 10 میلیون دلار، نمیدونم رحمانی 8 میلیون دلار، فلانی 6 میلیون دلار، فلانی 5 میلیون دلار. دوستان عزیز، میلیون دلار ما داریم صحبت میکنیم. رفتن در دبی برای خودشون آپارتمان خریدن، ویلا خریدن، تجارت میکنن، بزنس میکنن. احمد ولی مسعود با سوء استفاده از نام احمد شاه مسعود امروز میلیون ها دلار رو داره با حیف و میل میکنه در دبی، در کشورهای دیگر. باز دوباره همین مردم داد میزنن از مقاومت که دوباره مردم خون بدن، جوانان ما کشته بشن، جوانان ما زخمی بشن، باز میلیون ها نفر انسان در به در بشن. مگر اینا زن و بچه‌شان در افغانستان است؟ مگر اینا وقتی که جنگ بشه، خانه های مردم آتیش بگیره، خانه ها موشک باران بشه، بمباران بشه، مگر زن و بچه اینا کشته میشه؟ در زمان جنگ های تنظیمی هم زن و بچه اینا در زیر بمب و راکت نبودن؟ الان هم نیستن. دخترای اینها، دخترای استاد ربانی امروز بهترین رستوران های لاکچری و لوکس رو در دبی درست کرده با سرمایه میلیون ها دلار. اما به خاطر که ربانی باید رئیس جمهور باشه در افغانستان، هزاران نفر از جوانان رعنای ما کشته و زخمی شدن. امروز دخترایشو ببینید، سرلخت، بی حجاب، بی حیا، در کشورهای در دبی، در اروپا، در آمریکا مشغول عیاشی و فسق و فجور و تجارت خودشان هستند. اینها فرزندانشان، زن و بچهشان را اگر بیارند کنار خودشان در سنگر، آن وقت ما میگیم والله شما مرد هستید، شما بیاید ما در کنار شما وای میستیم. اینها شما رو تشویق به بغاوت میکنن، تشویق به مقاومت میکنن، به خاطر اینکه دوباره برگردن سر همون خانه هایشان، دوباره برگردن سر همون قصرهایشان، دوباره از خون ملت. همه تجارت جنوب غرب به دست اسماعیل خان و دار و دستش بود. همه تجارت شمال غرب از بلخ گرفته تا حیرتان و فاریاب و سرپل اینجا به دست دوستم و استادت ها بود. هر والی، هر آمری، هر قماندانی، هر تنظیمی که در هر جای حاکم شده بود، فقط خوردند و بردند و برای خودشان آرگا بارگا و زندگی در خارج درست کردند. امید مردم به تکنوکرات ها و نمیدونم این خائنین بیدین منافقی که در اروپا و آمریکا بود که اینا لااقل رفتن اونجا یک چیزی یاد گرفتن، دموکرات شدن، حقوق بشر رو میدانن. از همه بیشرفتر اینا از آب در آمدن. هر کدامشان به نوبه خود بردن، هر کدامشان به نوبه خود دزدیدن از حق یتیم، از حق بیوزن، از حق این ملت مظلوم و بیچاره. بعدش هم افغانستان رو بدون سرپرست، بدون نیروی امنیتی، بدون پلیس، بدون ارتش، بدون همه چیزو بردن. باور کنید پولهایی رو که اینا از تشناب ها و از توالت ها و از آشپزخانه ها و از سالن های قصرهای اینا از کابل پیدا کردن میلیون ها دلار میشه. اینایی که نتونسته بودن ببرن.
پس آیا امروز دوباره ما میخواییم که اینها بیان و ملت دوباره بجنگن به خاطر که این آقایان طالب و به اصطلاح رسمیت نمیشناسن یا طالبا پشتون هستن یا که اینها تاجیک هستن؟ باور کنید مسئله پشتون و تاجیک نیست. در بین طالبان هم تاجیکا هستن، در بین اینها هم پشتون ها هستن. مسئله درد اینا، دردشون قصرهایشان هست، دردشان تجارتهایشان هست، دردشان زمینهایی است که از پول ملت بیچاره برای خودشون اونجا سرهم کردن. اینا دلشان به حال ملت که نمیسوزه. من تعجب میکنم از جوانی، از انسانهای عاقلی فهمیده‌ای که باور کنید یکی کامنت گذاشته بود، رفتم صفحه‌شو در فیسبوک دیدم، پروفایلشو دیدم، مطالبشو دیدم. سبحان الله، این امین آدمی است که اینجا کامنت گذاشته. چرا باید تعصب قومی، تعصب سمتی، تعصب مذهبی اینها سبب بشه که ما حق رو قبول نکنیم؟ ما از هیچ کس طرفداری نمی کنیم. امروز باور کنید، من در یک از برنامه ذکر کردم، من در زمان جنگ‌های داخلی فریاد یک پیرمرد کابلی رو حکایت 30 سال قبل با گوش خود شنیدم که میگفت خدایا بنده نگه داشتن اگر همین طور است ما رو به حال خود ما رها کن. کفر میگفت، گفت خدایا یهود بیاید، نصارا بیاید، مشرکین و بت پرستا بیاین ما را از شر مسلمان ها خلاص بکنن. مگر صدها خواهر ما در کابل به خاطر فرار از دست این خائنین، این جنایتکاران مجاهد نما که میخواستن به او تجاوز بکنن، خودشان از بلند منزلا پایین ننداختن، خودکشی نکردن؟ خب اینا اولادای همونا هستن. چی تغییر کرد؟ در این 20 سال حقوق بشر ادعا کردن، سازمان ملل آمد، یونسکو آمد، یونیسف آمد، نمیدانم IRC آمد، همه این کمیته های خارجی آمدن، اینجا آمدن، اما اینا انسان نشدن. همون وحشیایی که بودن مگر تغییر کردن؟ پس برادران عزیز، اگر به شما بر میخورد، ناراحت میشید، عصبانی میشید، یک کمی در حرفهای ما دقت بکنید. ما نمیگیم که طالب خوب است، این بد است. این بابا جان، خوب است یا بد است، امروز یک حکومتی هست که مردم از دست حکومت گذشته به سطوح آمده بودن، میگفتن یهود و نصارا بیاد، المهم اینا نباشن. باور به خدا بکنید، من خیلی از کسایی که در زندان ها بودن میگفتن ما خدا دعا میکردیم خدایا ما را از زندان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت پیشین، نجات بده و ما را به گوانتانامو میبرن، به هر جایی که میبرن، به کوبا میبرن، به زندان آمریکایا در قندار میبرن، ببرن منتها از دست اینها نجات پیدا بکنیم. چون ظلم و ستمی رو که اینها میکردن، باور کنید آمریکایا نمیکردن. پس هدف ما این است که نه از کسی تعریف میکنیم و نه از کسی تمجید میکنیم. من تندترین انتقادهایی رو که من داشتم بر علیه حکومت امارات اسلامی و بر علیه طالبان و عملکردهایشان، شما بارها دیدید در صحبتها بوده. لکن جنگ نکنیم. حرف ما این است که مولوی اسلام الدین میاد میگه که جنگ بر علیه اینا فرض است. وقتی که ما میگیم بی حیا، میگوید که این حکومت بی حیایی است، این حکومت فحشاست. بابا جان، حکومت بی حیایی، حکومت فحشا که تو بودی و همکاران و همدستان و همفکران تو بودن. در دوران جمهوریت لوای سرعدی در تخار، در بدخشان، در قندوز، در بغلان، در بیشتر ولایت های بزرگ به دختران 4 سال و 5 سال تجاوز کرده بودن. ما پخش نکردیم اخبارشو و طالبان پخش نکردن. BBC و صدای آمریکا پخش کرد. همه ملت هم شاهد هستند. پلیسی که باید جان مردم رو حفاظت میکرد، مال مردم حفاظت میکرد، این جان مردم هم دست اینا به عذاب بود، مال مردم، عزت و شرف و ناموس مردم هم به عذاب بود. زورگیری ها، قتل ها، اختطاف ها، هر روز یک اختطاف میشد، هر روز کودکی کسی رو میبردن. 4 تا اختطافچی رو طالبان آمدن در شروع سال اول حکومتشان اعدام کردن و پایه برق آویزان کردن. بعد از اینکه کسی جرأت کرد که اختطاف بکنه. ببینید، ما امنیت میخوایم.
جنگ نمیخوایم. مشکلات ما را از راه مسالمت آمیز حل بکنیم، گفتگو بکنیم، به نظریات، به اعتقادات همدیگر احترام بگذاریم.